سراغ کافی بار جذابمون با درهای فریملسی که کار شده و این کافی بار به نظرم یک کافی بار کامل، زیبا و جذابه. امیدوارم که نظر شما هم همینطور باشه. توی آشپزخونه‌مون صفحه کوارتز رو انتخاب کردیم در کنار حالا گاز تکنوگس و اکسسوریایی که کار کردیم براشون، درهای فریملس، نورهایی که داخل کار هستن، متریال کابینتون سوپرمات و آنتی فینگر هستش و اکسسوریا رو می‌بینید. چیزی که خیلی برای خیلی از شماها جای سوال بود و صحبت بود همیشه این که خب زمانی که سینک جلوی پنجره است دیگه شما آبچکون ندارید. پس ما اومدیم آبچکون رو تو کار رو براشون کار کردیم که دیگه این مسئله هم براشون حل بشه و بتونن کنارش کار بکنن. همونطور که می‌بینین یک آشپزخونه فوق‌العاده جذاب که همکارم جزئیاتش رو کاملا بهتون نشون